تاجیکستان عضوی دولت‌های سابق شوروی در سال‌های پیش از جنگی مردمانش حیاتی آسایشته و تیز و آرام داشت. خلق با روحی بلندی وطن دوستی و با مهر و محبت با یکدیگر عمر به سر می بردند. خلاصه در سالهای پیش از جنگ حیات مردم رو به تنزل نهاده بود. دقت پدر و مادران، دادران و خواهران عزیز، 22 ایونی سال 1941 گرمانی فاشیستی عهد شکنانه به خاک اتفاق سوویتی زده درآمد و از همه شما احترامانه خواهش میکنیم که وقتی محافظت وطن برخیزید.
چنگ رو کدن؟ شما شنیده؟ Agane, kuma brama mi ago moda va. Tamam mı geçiyor bu basro? Ne me forama çöy diye çöy ne me forama. Çöy abo abo kosu çıka pa. Dobra. Ay nas. Dobra. ये मुझे दाक्षा का टेस्ट से दारादियों में हमें जमीन रमेश ने बहुत दारादियों आवाज में मुझे हरा आयुने मेरा ये जो ना रात मोटा ये होता है उस दाक्षा टेस्ट से दारादियों में खनोली دقت پدر و مادران دادران و خواهران عزیز 22 ایون سال 1941 گرمانی فاشیستی عهد شکنانه به خاک اتفاق سوویتی صدا درآمد و از همه شما احترامانه خواهی میکنیم که برای محافظتی وطن برخیزید. نباشن اسودین السلام علیکم بابا سر رادیو چنگ رو کدن رئیس نازی آسمان مسعود اشاره سلامتی و خوبه رئیس اشاره ما شروع بازبین شنیدید بابا سر رادیو چنگ دادم رئیس شنیدید نباشن فرمان خود استالی نگیر باید ما بچه‌ها را مجال را بکنیم بازی فدار ما رئیس نازی سوال رئیس آقای بابا دولت سلامتی و خوبه بگو تیمجه رئیس بابا شریف وضعیت بازبین باید ما بچه‌ها را مجال را بکنیم بابا شریف نباشه بابا شریف ما همین مسائل قطعی نصردین باید روی کنیم حد در خاکی پاس سر رئیس ایراجش باشه همین بچه ها برای نکن اونجا افاد مبینا و خود مبینا ده بوده که مایده کاری سهرام نمارد رئیس ایراجش باشه اگر روی نکن بچه هم اکیب داد خدمت کنم های نباشه بابا شریف ما بچه که نمیبریم تو در سر گندم دهقانو را یردم کنم موادی وزر قبم گندو من را ممکنم نباشه بابا شریف ما نصیبی نمیبریم دوست بابا شریف از ریزنو بچه را سفر زندگی نصاب برای سلامت بچه ها چیز بچه ها وطن محافظت نمیشه های وقت خبر در آوریم بگی مردین بچه ها برای هر ما نصرتی نمونده خورا نداره بابا وقتی حمایه وطن از تاجیکستان گروه جوان مردان با آب و بناموس و جنگ رفته دیگر قفا بر نمی گشتند
و اکثریت آنها در جنگ قهرمانانه به هلاکت می رسیدند. آن جنگی خانمان سوز فرزندانی با خونی دل کلان کرده مادران تاجی را به کام خود می کشید و ناله و فغانی پدر و مادران تاجی به فلک پیچیده بود. از بین 1 سال گذشت. سعید در صحرا به جمع‌آوری غله مشغول بود تا اینکه اهل دیه و عائله را کمی هم باشد با یک بریده نان تأمین سازد. بچه همین رئیس یک هفتهش یک پوچگانو خونه ما بر یک پوچگانو خونه ما بعد همین چی بالا را بسر میبرم. سعید بچه نپوشتا بود رحمت بیا بابا رئیس. آتی محمد سعید. رحمت شکر احمد. جهاد دارم ریخون و دست نگندم. رئیس بابا شما تامین بگیرم. بول هم به کل منو گانه میدرم قدی بچم بدارده ببندم. بابا ما بچه نش دست بسر مردم دست نگیر. رئیس بابا بچه ری بداگش خلیص ندارم. نباشد زود. چیکار کورا فرمودم کورا بود نکرد. اگر رئیس بابا راست دیگه مرا ویزانم نمیبردم رئیس تری اگر. ای محمد سعید من گفتم همین بگایی یک نیچه گنده به خونه بیاری. اگر رئیس دیگه گپی زیادی نیست. رئیس بابا در خاکی پاس هسته. من نمیتونم بردم. او خلق داو جا کشنا و شیالوی نموش ببرستم من چخیل یختم بیدم. نمیبری؟ رئیس بابا نمیتونم بردم. من نمیبرم. نگاه که بیست من چکار میکنی؟ میدونم چکار میکنی. نگاه که بیست. میدونم. نمیبری؟ بری. رئیس بیدیست تو چکار میکنی؟ اگر دور کنی من فلان روی میکنی. نترسو. من برای وطنم خدمت میکنم. یک قبچه گندم خونه ما بیار. دستارو قمادارو گشنا و تشنا یک لوی نان میرسد. یعنی چگندم خونه تو بیارم. شدت گرسنگی پدر را با پسر، خواهر را با برادر با هم گروینگی کرد و از گرسنگی اکثریت آنها جان خود را از دست می دادند. لیکن در عقبگاه بهر تأمین اسکران با خوراکی و پوشاک موی سپیدان و کمپیران و برجاماندن محنت می کردند تا اینکه جنگاوران در جنگ با لباس و خوراک تأمین باشند. اوتا لبا بچه آدم دارم مدو برکلو بچه نه بچه کتابی دومن تو خطی رئیس جان کرد. بچه به حق آسیوان جان کردی خطی رئیس خیلی نفهمونی محبوبیه بچه اوتا این رئیس یک هفته شده من اگر ده یک کفته گندم خونه
پهلوی نام میرسشون نیست شهوست روی میکنی نیست شهیست نمی چقدر بیجان میوردم مرا بوار کگر موندگه ما باید خلق نگاه بینکنم اما چی بشه واقعیت خیلی کشتال کشی که خیلی کت فهمیدم اما چی بشه ای توکل بخدو اکر رفت روید کنند بچم کنید کنم اما دوبینو من نوید دکتر هم مدرم نشته کنید توکلش بخدو تا چک میشد بچه سعید را سعیدم رئیس معلومات پیدا کنم حفظ کن بچه بابا رئیس معلومات پیدا ساندم چیکار بکنم رئیس اون روز دیگه گفت تبلیغ اگر این مملکت چیز باشه ما را 3 روز مهلت ده برای چی 3 روز همین غلط دونه مردم یک جمع گیر کنیم من میرم من برای وطنم خدمت بکنم رئیس بابا 1 ساعت وقت نیست دیگه خود بازی تیار شد بچه کدی بابای شریف وضعیت مزمین قانونی خودی سری نباید ما بچه را با جنگ قبول کنیم این روز نیست دیگه بابای شریف باید ما وطنمون را چکار کنیم بابای شریف حفظ بود کامل در کن رئیس بزرگ تیار شد شد تیار شد این روز نیست دیگه بابای شریف وظیفه ما چند بابای شریف باید ای مادرای عزیز وظیفه ما تنظیم کردن اهل شد نداره ما دیگه ما باید چیکار کنیم ایلاش نیست دیگه مادرای عزیز باید ما همه بچه‌ها را ما با خودمون تامین کنیم که تو وطن بابای شریف نشون ندار که وطن رو محافظت کنن برگشت آسایشته این آرزوها و حیاتی این روان مدرش تاجیکستان و مانندی دیگر دولت‌های سابق شوروی وقتی حفظ نمودن یک وجب خاکی وطنی عزیزش آمادگی دیده فرزندان خویش را به جنگ روانه می‌کرد و هر روز هر ساعت از میدان جنگ خط و خبری جانفدایی های قهرمانان تاجیک آمده می رسید. جنگی خونین و بیرحمانه ماتمی پدران و مادران تاجیک را به فلک رسانیده بود، اما چه علاج بود که وطن را از دست دشمنان آزاد کردن در کار. از بین 4 سال گذشت.
знаменование победоносного завершения великой Отечественной войны советского народа установить, что 9 мая является днем всенародного торжества, праздником Победы. این همان قلمرویست که در طول 1000 سالها اجدادانمان در آن سرزمین عمر بسر بودند، با یک زبان سخن گفتند، شادی و خرسندی و ناله و فغان و دهدلی کردند. وطن این همان سرزمینی است دیاگاه ما هر یک وجه و خاک آن را مقدس شماریده، برای حفظش با غاصبان اجنبی کشورکشای حریق سرپرست جنگیدند، خود ریختند، در راه حفظیدند و ناموس خویش شهید گردیدند. که تاجیکستان نام دارد و خطب ابدی رفتن. وطن این همان سرزمینی است که نامش همان افلاک‌پوش می‌نشان این عبادت می‌کند و همین خاطر این سرزمین را و آن را مقدس بشماریم. از بین همین دهه 8 نفر جوان مردانی که به جنگ رفته بودند، تنها سعید از جنگ برگشته بود، لکن به دست و پا. اما پدر و بیبیش از فراق دوری جگربندانشان و کلفت جنگ جان خود را از دست داده بودند. از این دیگه بازم تو رفتم افسوس یک دست و یک پایم معلوم کردم. ای کاش از ترادیسیون من می‌آمد و من با یک دست و با یک پا نمی‌آمدم. اینجا بیو ناولی بسید تو بچه کی میشه؟ بچه سعید اوته تو تکی جوا من چوزارم و برای نوشته کار وقتا بجان بودم. نو میتی چیه؟ من سیاه
شوجون تو بیوتای خبری مشتوسی؟ آره میشناسم. مشتوسی بیوتای تو ما هستم. جوانمردای همراهی پادشون با جنگ رفتن. خلاصه جانفدایی های فرزندان تاجیک بهر تأمین زندگی آسایشته این بعدی نه تنها مردمان تاجیک بلکه تمام مردمان آن وقتی اتحاد شوروی گردید. در جنگ بزرگ وطنی زیاده از میلیون نفر جوان مردان سابق اتحاد شوروی به هلاکت رسیدند و در آخر غلبه کامل به دست آوردند و نام آن قهرمانان جانفدا به مانند قهرمانان تاجیک از تاجیکستان و از جمله از ناحیه بلجمان سید قل تودی، سفر امیرشاهی و اسمت شریفو در تاریخ تاجیکان با افتخار ابدا ماند و احسن با آن نفرانی که در جنگ دولت پیری میمانند و به نسل‌های امروز و آینده درس وطنداری و تندرستی می‌دهند.